برگشتیم با یه ویدیو دیگه از ماینکرافت. امروز هدفمون اینه که دایموند پیدا کنیم. البته بچه ها ببخشید که من هیچ مودی نریختم و اینا، ببخشید دیگه، چون که من یه ذره تازه کارم، برای همین بلد نیستم بریزم مود و اینا. یعنی مثلا مودای خیلی کمیاب بلد نیستم بریزم. منم یه ویدیو گذاشتم توی کانال چیزم میراث گیمر. اگر میخواین اون ویدیو رو ببینین حتما به کانالم سر بزنید، چون که من توی اون ویدیو بدون اینکه ببخشید یه ذره هول شدم، نتونستم که کلاش بکنم و اینکه شمارم لو رفت. البته شمارم دیگه عوض شد. شمارم اگه میخواین بدونین اینه 0999 503 1762. و اینکه اگر مودی میدونین لطفا توی تلگرام برام بفرستین، ممنونتون میشم. و اینکه الان میریم سراغ ویدیو. جای خوبی اسمانمون کرد، جا عالیه، در حد لالیگا اینجا، عالی، مشتی. اصلا هم بازی لگ نیست، اصلا لگ نیست، اصلا به هیچ عنوان. خب ما میریم یه ذره اول چوب. سلام یکن دیگه. منم دیگه بهتون گفتم، ببخشید اگر نتونستم. بازی اصلا لگ نیست، لگ در حد لالیگا. اون دیگه همینقدر از نظر من کافیه. نظر میره عقب. خب اینم بگیریم. نمیشه بریم بالا. خب هدف همون فقط دایمنده. میام اینجا، خیلی لگه، بله. خب یه دونه از اینا، یکم از اینا، 6 تا کافیه دیگه. یه دونه کلنگ و یه دونه تبر کافیه. خب الان دیگه کافیه.